havuza girelim. Süper fikir. Oğlum var ya bombasınız siz be. Kıyafetlerle mi ya? Evet. Bizim partilerimizin geleneğidir bilmiyor musun? Diyorsun. Aa, İzmir'de kıyafetlerle girmek yasak mı? Yo, biz de ev yaparız ki. Hadi girelim. Hadi hazırlayın cepleri. Abi sen benim işi bozuyorsun yalnız. Oğlum sana kız mı yok? Hadi eğleniyoruz. Evet. Hadi havuza. Konuşulanlar doğru o zaman. Ben de Emre'nin seviyesiz şakalarından biri sanmıştım. Doğruydu. Yoksa o kutu... Aa, evet bu yüzük. Haluk abi bugün anneme evlenme teklif edecek. Yüzüğü de biz götüreceğiz. Demek yüzüğü sen götüreceksin. Abla ne oldu şaşırdın mı? Ablaymış. Ablam mı? Ya nasıl geldin sen buraya? من میام. حالا سلیم هیچی. تو چرا این کارو میکنی؟ میخوای با اون آدم ازدواج کنه؟ مامان خیلی خوشحاله. لطفاً کاری نکن. پیش کار اون کار بد دیگه ای وجود نداره. اگه من نخوام هیچ کس ازدواج نمیکنه. آبجی وایسا. پری دنبالم نیا وگرنه حالتو میگیرم. چطوری؟ دوستان سه که گفتم همگی میپرین توی سخت. 1 2 3 شماها نمیای؟ هنوز نفهمیده احمق جون. داداش میگم بس دیگه درش بیاریم گناه داره. ولش کن بذار خودش در بیاد. نه بابا خیلی خوبی تو. آب چطوره عزیزم داغه؟ آبجی خواهرمون چی کار کردی؟ ما کارش نکردیم. بگیرش دستتو بگیر. کن اصلا میکشمت. بگیرش پاشو بگیر. 2 3 خیلی خوبه. ببینم تو مست کردی؟ نازلی اومده همین الان باید به مامان خبر بده. خوبه اونم میاد دختر از پذیراییمون راضی هستیم؟ سواش واقعا نمیخوام شر بپاشه مرد. تو هیچی نیستی. نمیذارم نفس بکشی. به اندازه کافی عذاب نکشیدم. ببین میکشم. تو هنوز عذاب نکشیدی. تو خواهر منو کشتی بی شرف. ملیسا عشق من بود پسر. چرا باید بکشمش؟ تو اونو کشتی عوضی. اعتراف کن. منم تو رو میکشم. کاری مشترک از سایت‌های دانلود فیلم 1448 و موبی باز. با اجازهتون تو این روز خاص، روز تولدت، منم میخوام یه چیزی به دوستان اعلام بکنم. البته اگه اجازه بدین. من حدوداً 41 سالمه. این کارو نکن هالوک. تو این سن مثل خورشید به زندگیم طلوع کردی.
الانم زندگیمو روشن کردی. اونقدر تو و دخترات خوب هستین که من میخوام عضو خانوادتون بشم. Nazlı evde yok. Nasıl evde yok? Kızlar. Anneciğim, çok eğleniyoruz. مامان دختر این چه حالیه؟ سنین تو چته؟ هیچی نشده، همه چی خوبه. مامان آبجیم اومده. آبجیت؟ آبجی نازلی. دخترا انگشتر؟ انگشتر اینجاست حالوک خان. میخواد چیکار کنه؟ دیوونه شده. میخواد خودکشی کنه. دیوونه شده. میخواد خودکشی کنه. گونش نازلی تو دیگه کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ انگشترتو بگیر. نازلی تو اون بالا چی کار میکنی؟ حالا که میخواین ازدواج کنی منم خودمو میندازم پایین. نازلی خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم بیا پایین. اگه قرار بشه بریم خونه میام پایین. وای خیلی وقت بود از این اتفاقای هیجانی نیفتاده بود. دیگه نیازی نیست کاری کنیم، دختر خودشون حل کردن. حالو که این آبروریزیه، دختره رو بیار پایین. دیوونه رو نگاه کن. این کیه؟ نازلی فکر کنم خواهر سومی هست. اینا خانواده نیستن، سیرکن، سیرک. مامان تو رو خدا برگردیم ازمیر. نازلی بیا پایین حرف بزنیم. مگه فیلم آمریکاییه؟ من هیچ حرفی با تو ندارم. من نمیخوام مادرم ازدواج کنه، همین که گفتم. باشه عزیزم ازدواج نمی کنم، خواهش میکنم بیا پایین. نازلی جا خواهش میکنم. منو که گول نمیزنید مگه نه؟ نه عزیزم گول نمیزنم، بیا پایین. وقتی رفتیم خونه هم نباید عصبانی شی. باشه عزیزم عصبانی هم نمیشم. باشه قبوله. الان میام پایین. عزیز دلم بیا پایین، خواهش میکنم بهت قول میدم، فقط بیا پایین.